یک زن رو نقل کرده بودم در آنجایی که در حقیقت به این دشواری دچار شده بود. شوهرش اول به طریق تلفنی طلاقش رو می‌دهد، صاحب 2 فرزند بود، بعداً به طریق SMS پس از 1 روز می‌نویسد. در گرد و اطراف این موضوع خیلی بحث‌های زیادی پیدا هم شده که بود و من به نفران وعده کرده بودم که روزهای نزدیک کارشناسان رو دعوت می‌نمایم، حقوق شناس رو دعوت می‌نمایم، اینچنین کارشناس دین رو دعوت می‌نمایم و اوید این موضوع ما مصاحبه می‌گذارونیم، یعنی که پرتر به مردم می‌فهمونیم. خب امروز در برنامه ما که امروز به نقشه گرفته بودیم 2 مهمان داریم. 2 مهمان رو دعوت کردم از روی وعده دادگی پیشترم. این هم جمشید یاروف، حقوق شناس و ادوکات تجربه دار می باشند. ما در مهمانی ما هستند. مهمانی دومی ما کمتر دیرتر کرده است با سبب های گوناگون، ولی من امیدوار میشم که اون کس نیز وارد میشوند. خب جمشید اگر اینطور باشد بیاین برنامه رو سر میکنیم و من امروز همچون روی برنامه در اینجا شما یک تکلیف داشتم، ممکن آدما ندونند درباره اون برنامه‌تون. همون مختصر میگفتین که بحث درباره چی بود، برای که بعد گپ زنیم دیگران فهمن که ما برای چی اینجا جمع شدیم، چی مسئله رو دیده استودیم. در باید 3 4 5 دقیقه در مضمون کوتاهی برنامه پیشترتون رو میگفتین که باعثی با وجود آمدن همین برنامه شد. باعث بحث ها شد. برنامه گذشته من اوید طلاق بود. طلاق آیا قوه قانونی دارد یا ندارد؟ بعد قصه یک زن را که با من به تماس برآمده بودن به طریق مسنجر و اون کس نقل کرده بودن، من بدون گرفته نام اون کس قصه همون کس رو نقل کرده بودم که زن صاحب 2 فرزند هستند و شوهرشون در فدراسیون روسیه هستند، در مهاجرت روسیه و یک چند سال نامدن در پیششون. بعداً در بحث آنلاینی بین زن و شوهر طلاق اون زن رو میدهد. یعنی بعداً پس از 1 روز است یا 2 روز در خاطرم نیست، انیقش دیدن در کورس به طریق SMS جواب میداد و همین باعث اون بود که من از نقطه نظر قانون فکر و اندیشه خود رو بگم. اینچنین با 1-2 کارشناس دین دوملوها گفتم ممکن است مصلحت کردم. اونو گفته بودن که یعنی اون طلاقی که اون شوهر داده است حساب کرده نمی شود از نقطه نظر دین. اویدی همین موضوع بحث‌های زیادی پیدا شد که بعضی نفران گفتند که نه قوه قانونی قوه دارد، یعنی که از روی شریعت. بعضی نفران گفتند که نه. برای همین امروز من دعوت کردم شما رو که نقطه نظر یوریدیکی رو از شما پرسان شوم، شما مفصل‌تر به مردم فکر و عقیده خود رو از نقطه نظر یوریدیکی بیان نماید و دیگر نفر رو هم نیز دعوت کردم شاید بدتر همراه مو پیوست شوند. این همین بود مختصر موضوع اویدی برنامه گذشته. یک چی رو گفتم میخوام بینندگان، این کانالی ادوکات معظم قدر کانالی من هست. ابونه شوید، باز نشر کنید. در آینده با برنامه‌های جالب در نقشه گرفته شده است. همراه جمشید هم در نقشه گرفته کردیم. اینچنین جمشید یاروف هم بر کانال خود را دارد. حقوق من ابونه شدن رو فراموش نکنیم. ما حقوق شناس هستیم. ما نمیتوانیم رقص کنیم، سرود خوانیم، باز یگون کس رو غیبت کنیم که تماشابینان ما بیشتر شوند، بسیارتر شوند. متاسفانه این کارها از دست ما نمیآید. برای همین ما اون خدمتی کوچکی که مایده‌ای که به شما میکنیم این مصلحت‌های حقوقی است. فکر دارم این به شما دخالت دارد و در آینده در کار شدنش هم ممکن است. ولی بسیار خوب میشود که اگر اولو کارشناسی دینی هم میبود بعد میگذاشتیم با همون بحثایی که یک چند تاشو من خوندم در همون کامنتاری های تگی همون ویدیوهاتون که کوردور نشوید با دین. من همیشه در یادی من است که کوردور نشوید با دین، عموما گپ نزنید، نپرسید. من این رو فکر میکنم درست است. بعد همه پهلوی حیات رو آدم اقلا باید یک کوشش کند که داند. وقتی که آدم نمیدوند، شما میدونید مرحمت گپ زنید، گوجا خطا بود، گوجا خطا نبود. نه که فقط با گفتنی که
چیزی که نمیدونی گپ نزن کردور نشو به یگان اثبات این نشانه به فرهنگی و به سوادی همون خود آدم است. اگر روز خوب میشد که یک بار دیگر با دعوت میکردید هم کارشناس را موسیقی را با یک بار دیگر روان میکردید، شاید موسیقی را دسترس کردگی نیست که وارد نشده است. موسیقی را روان کردم، خب حاضر بود با یاردمچی هم گپ میزنم روان میکند با تماس بیاین. این رو ببینید که جمشید اینش هم میلش، لیکن در بسیار حالت ها شخصا من به تحقیر نفران دچار میشم از سبب اون که من سطر نمیکنم، حجاب نمیکنم و بسیار به من میگفتن که تو اول باید پیش از اون که آشکار رو برآمد کنی تو اول سطر بکن، حجاب بکن. یعنی که حقوق من رو هم مردم بعضی نفران میخوان که پایمال نمایند، لیکن با اونها جواب من کوتاه هست، جواب من رو میدهم خیلی که فهمم. نه بس از اون که من سطر نمیکنم یا حجاب نمیکنم، من همیشه در همه جا طرفدار اون زنهایی که سطر میکنن، حجاب میکنن، حقوق آنها پایمال کرده نشود. من از نام آنها همیشه صدا بلند میکنم. شما هم به فکرم در خاطر داشتین در کنفرانس ها در ورشاوا و در دیگر جاها در کراکوف من همین مسئله رو بسیار برداشتگی بودم، اهمیت جدی داده بودم به این مسئله. آخر من هم نمیدونم با این مردم چی گپ زنم. سطر این نشانه دینیت نیست، نشانه یگون چیز نیست. یگون سطر یک لباس است، در اصل یک لباس برای همون یک منطقه عربستان می همونجا از همونجا پیدا شده است. خیلی بعد مردم این است همچون لباس دینی گفتم میپوشند، لیکن یگون نشان دهنده ایمان نیست. عموما منم چنین فکر دارم. حق میتواند سطر پوشد و گردد و با پوشیدن سطر و با حجاب مسلمان نمیشود. این مسئله دیگر، مسئله که اساس ما باید ببینیم این مسئله همین آیا از جهت قانون نکاح مثال یا اینکه نمیدونم بکار کردن عقد نکاح و دیگر قانون به طریق SMS و چیزا از جهت قانونی یگان قوت دارن یا که نه؟ همین رو من هستم که سخنان شما درست بود، یگان قوت قانونی ندارن، برای که همین مناسبت نوشته شده است و کدکس اویله همین مناسبت اویلوی رو با تنظیم می‌دارد و در آنجا گفته شده است که بستن عقد نکاح و بیکار کردن عقد نکاح اصلا با حضور همون دو شخص در نزد مقاماتی حالت اسناد شهروندی صحش باید برگزار شود، یا اینکه در سود در موردی که اینا روزی نیستن و یا اینکه در موردی که اینا بحثی مالیوی دارن یا که فرزندی نابالغ دارن بحث رو زکس نمیبیند و سود میبیند، یا اینکه اگر یکی از همسران وفات کرده باشد، یکی از همسران از طرف سود به درک اعتراف شده یا اینکه وفات کرده شده اعتراف شدگی باشد، در اون مورد یک طرفه می شود بکار کرد، نه که از به طریق SMS و نمیدونم به طریق پوچتایی اونلاین و این خیلی از روی قانون آورده شدگی نیست. نه که درباره اون که دین در این چیز میگوید من معلومات ندارم. درست، ما فقط تنها نقطه نظری یوریدیکی رو در اینجا در نظر داشته بودیم. من شما تو تنها از نقطه نظری یوریدیکی به داده بودیم. اون در برنامه گذشته هم جانشد ببینید که در اونجا هم من نقطه نظری خود رو از جهت دینی بیان کردگی نبودم. در اونجا هم من از یک دو دملو نصیحت گرفتم که چنین گفتم و سخن آنها رو من رسوندم، لیکن نو بس به این من نسبت من هر خیلی سخنها شد که من این رو از خودم گفته باشم، از خودم همین سخنها رو گفته باشم. برای همین دقت دادن در کار نیست. عموما به همین خیلی آدم و همین خیلی اول سطر پوش بعد گپ زن و گپت باور میکنیم. درست. اگر شما حالی سطر پوشید و دشنام دید یعنی که باید از روی منطق سخنهای خودش قبول کند، چون شما سطر داره که درست. اینا ببینید که متاسفانه سواد دینی کافی ندارن، یعنی که بتوان فاناتیک هم گفت. من همون فاناتیکایی که رادیکال و فاناتیک انا اکستریمیست اساسا همون آدم هستن. یعنی یک برنامه هم من یاد دارم که درباره اکستریمیسم کنم و همین مردم خودشون فهمند که این قدر مردمی ما پس پنجره میرون اکستریمیست گفته
او اکستریمیست چیست و دویمش که اگر همین کارمندان مقامات هم گوش کنن یک فکر کنن که در حقیقت ما همین آدم رو برای اکستریمیسم زندانی میکنیم یا که برای ابراز عقیده‌اش. اکستریمیسم من همین خیلی آدما میباشن که یگان پرابلم رو با راه اکستریمالی یعنی که با راه فوق العاده نه با راه معمولی و نه با راه قانونی میخوان حل کنن. درست این رو ببینید که باشی تو دشمن هستی از بس که تو دشمنمی باید تو زده کشته و نابود کرده شوی. این راه اکستریمیسم است. اون شخصانی که خود چنین سخنها رو میگن اون خودشون معلومات کافی ندارن دیدین. من چنین فکر دارم. بعد اکثریت اونها امام رو در سر لباس میبینن. گویا که تو سطر کرده باشی سر لباسی تو سطر رو حجاب کرده باشی یعنی که تو امام داری تو مسلمان هستی. اگر که تو نداشته باشی یعنی تو مسلمان نیستی. درست. من با سخنان اونها با عقیده گفته چونین اونها من روزی شده نمیتونم برای که اونها درست میفهمن. خیلی پرابلم از چی میبید؟ پرابلم از اون که در تاجیکستان نیست، همون مکتب نیست، مکتب ابتدایی دینی نیست. نمیدونم یک باره دانشکده اولی هست برای داخل شدن برای امام ترمذی. نیکی نمیدونم که با این دانشکده اولی چه خیلی آدم به دانش ابتدایی دینی داخل می شود، در کدام اساس و در کدام معیارها معلوم نیست. بعد از همین گفتی خودمان افراطگرایان و اکستریمیستان استفاده برده نوشتجات کتاب مقدس قرآن رو دیگر خیلی میفهمونشون، چه خیلی که خودشون فهمیده هستند یا چه خیلی که با کسی اونها گفته است، نه اینکه خودشون خوانند و دیگر کتاب ها رو گرفته خوانند مقایسه کنند فکر کنند. هم گپی یک کس رو فهمیده گپی با دهم آدم و 15 آدم انقدر آمیخته کرده، بعد یک ایده که با خودش معقول است همون رو گپ میزنند تلقین میکنند. برای همین باید مؤسسات تعلیمی ابتدایی اقلا باشد. اقلا باید در مکتب های ما نمیدونم حالا هست یا کی نیست تعلیم دینی باید باشد، چون این فهم حتما باشد که اساس های دینی اسلام تعلیم داده شود. اقلا از سیت 5 باید جوری کنند. بله برای ببینید دینی یکی از همین جزءهای دین اسلام این شریعت است که طبق آن باید انسان در جامعه اسلامی رفتار کند، کردار کند، زندگیش رو پیش برد. تمام مناسبات ها در شریعت تنظیم شده هستند و اگر ببینیم زیاده از 1000 سال است البته اجدادان ما با همین معیار حقوقی با همین سیستم حقوقی مسلمانی، این یکی از سیستم حقوقی جهانی است. شریعت در تمام بسیاری دولت‌های جهان هست، در بسیاری دولت‌های جهان بود، مثال در دولت ما بود، در امارت بخارا بود پیشتر، از روی همین سیستم حقوقی زندگی بود و مناسبات با تنظیم درآوردن و همچون یک اساسی حقوق باید حساب شود در قانونگذاری حاضره تاجیکستان خودمون، برای که این علاقه یک عادت شدگی، این یک معیار شدگی و در همین ادبیات علمی هم اساسی یکی از اساسهای حقوق این نرم‌های دینی آورده شده است. یعنی که برای ملت ما، برای مسلمانان نرم‌های شریعت و قانونگذاری ما حتما باید یگان جزء و تام همین نرم‌های شریعت رو به قانونگذاری حاضره تاجیکستان داخل کند، نه اینکه کپی کند از روسیه که این روسیه نرم‌ها رو از انگلو ساکسونسکی правовой سیستم میگیره، انگلو ساکسونسکی باشد. این خودش اگر نگاه کنیم از ریمسکی право برآمدگی با همون خریستیانسکی правошون کردگی اونها. یعنی که ما میبینیم ما مسلمان‌ها با قانون و معیارهای قانونی گوییم دیگر دین، دیگر ملت‌ها زندگی داریم، حال آنکه ما از آسمان نغلطیدگی هستیم، ما قدر سالها هزارها سال ما با همین معیاری حقوقی با حقوق شریعت با حقوق اسلامی زندگی میکردیم و چرا یگان جزء نقطه اقلا همین معیار شریعت رو نمیشود که با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مطابق کرد. ببینید که جامعه ما عین حال طلاق رو گفتن ممکن است در مشکلی کوچکی در پیش میآید و استفاده میبرن، همچون بازیچه استفاده برده ایستادن عین حال.
اینро ببینین که از روی وزارت عدلیه خبر داده است در 6 ماه اخیر موضوع یک چی کمتر معلومات میتونم در 6 ماه اخیر همین سال جاری 32489 نفر عقد نکاح رسما به قید گرفتند یعنی که 2500 زیادتر از سال گذشته بود. این چنین جداشوی نیست بسیار شده است. مسئولان کشور این چنین گفتند اینجا که جداشوی اویله نسبتاً به 6 ماه سال گذشته 6476 نفر بکار کردن عقد نکاحشون. این رسما بکار کردن. حالا ما نمیگیم که اون نفرانی که رسما نکاح نکردن و زیاده از 990 نفر زیادتر است از سال گذشته. اینا سبب‌های گوناگون خود را دارد. ممکن علم کافی ندارند، یعنی که تعلیم داده نشده است. برای همین جداشوی متاسفانه در تاجیکستان رسما از راز ما گرفته شده. زیاد شده. سوال به شما جمشید، سوال یوریدیکی می شود. شما اگر میگفتین که مفهوم بکار کردن عقد نکاح طبق طلبات قانون شنیدید جمشید؟ آواز ما را کمتر شرح میدادید؟ خیلی که پیشتر گفتن پیش از اون که ما گپ زدیم که بکار کردن عقد نکاح چیست، باید بگیم که خود عقد نکاح چیست. عقد نکاح این از جهت قانونی، یعنی که مناسبت‌های اولیه خود رو با تنظیم در آوردن و قید گرفتن در شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی میباشه. یعنی در زکس‌های پیشینه آدم رفته عریضه مینویسد دو کس و حتما بینید که زن و مرد نوشته شده است در قانونگذاری ما در تاجیکستان. یعنی که در تاجیکستان طبق قانونگذاری ما ممکن است که زن با زن رود عقد نکاح بندد، یا که مرد با مرد، یا که انسان با حیوان با مانند دیگر دولت‌های دنیا. یعنی که این با قید دولتی گرفتن حالت‌های زناشویی است. این ترتیب این مفهوم عقد نکاح است. بکار کردن عقد نکاح یعنی که در همین قسمی در باب اگر بینیم باب 4 کودکس اویله در اونجا یک چند ماده ها آورده شده هستند. اساس های قطع نکاح مثال در کدام شرایط ها ممکن نیست شوهر عریضه نویسد و برای بکار کردن عقد نکاح ترتیبی بکار کردن عقد نکاح و هاکذا در همین ماده ها آورده شده است. و از جهت قانونی معناش همون است که فقط بعدی در ثبت حالت در شعبه ثبت حالت اسناد شهروندی اگر با قید گیرند در همون لحظه عقد نکاحی همین مردم بکار کرده می شود و برای دیگر اشخاص یگان قوه قانونی نداره، یعنی که اعتباری حقوقی دیگر پیدا نمی کند، برای یگان عاقبت حقوقی پیدا نمی کند برای یگان عمل. و در بعض دیگر حالات در وقتی که حکمی سود قراری سود و قوه قانونی در اومدن در همین حالات عقد نکاح آنها بکار کرده می شود. یعنی که در نزد قانون این دو نفر زن و شوهر نیستند، این دو نفر بیگانه می باشند و نسبت به دیگر یگان عهده‌داری یا اینکه وظیفه ندارند بغیر از تأمین نمودن وظیفه تعلیم سپوری یا اینکه تأمین نمودن توبیق شوهر یا که همسری معیوب و محتاج. اونها دیگر در بین خود یگان مناسبت ندارند، یعنی که اموال عمومی ندارند، نمیتوانند که با روزگی یک دیگر یگان عمل رو اجرا کنند. اونها دو شخصی بیگانه حساب میشوند. همین رو بکار کردن عقد نکاح حساب میکنند و حتما چه گفتم یا در زکس باید بکار کرده شود یا اینکه در اداره سود. این طبق طلبات قانون، یعنی که طلاق با نوبت گرفته نمیشود. درست فهمیدم؟ طلاق دینی با نوبت گرفته نمیشود و نکاح دینی هم با نوبت گرفته نمیشود برای مناسبت های اولوی. فقط همون نکاح با نوبت گرفته میشود که با فکرم کدام روزش نمیدونم، نه که ماه 18 هم هست. کسی که تو ماه دکبر 1929 سال نکاح کرده است، نکاح به طور اتوماتیکی همچون زکس حساب می شود. ولی من فکر میکنم چون این آدما اگر باشند یک تا باشند یا که دو نفر باشند از 29 سال کی نکاح کرده باشد این حال معلوم نیست. نمیدونیم ولی گیو میگویم که ما سبزیده ایستادیم.
آدم درباره نکاح تصورات ندارد ولی از 17 سالگیش می‌نویسد که من می‌خوام نکاح کنم مرا با شوهر این نادرست است. باید حکومت همین ساحه رو بیند. به این حد باز برای همین خطر بیشتر نظر شما چی؟ دوری طلاق به طریق SMS از نقطه نظر یوریدیکی فکر عقیده خود شما در اول برنامه من گفتم از یک قانونی یگان اعتبار حقوقی ندارد طلاق کردن به طریق SMS و MMS و نمیدونم به طریق پوچتای روسیه یا که پوچتای پولسکا و کدام نموده که نباشد نمیشود چون که در کودکس اویلچ خیلی گفتم از ماده به فکرم 16 تا تقریبا 27 28 اساسهای بیکار و ترتیب بیکار کردن عقد نکاح آورده شده است و در آنجا SMS و چیز اون نوشته شده نیست. قانون میگوید که حتما باید در وقت بیکار کردن عقد نکاح یعنی که طلاق دادن اگر بگیم به زبان عمومی حتما هر دو طرف باید اشتراک کنند و این طلاق در شعبه ثبت حالت اسناد شهروندی صحش یا اینکه زکس برگزار میگردد یا اینکه در سود در موردی که اگر اونها ریزا نباشند میتوانند از بیکار کردن عقد نکاحشان راضی نباشند یکی از طرفها میتوانند به سود مراجعت کنند اگر اونها فرزندی نابالغ داشته باشند یا اینکه یگان بحث در اوید تقسیم اموال و نگاه بینی و دیگر داشته باشند میتوانند به سود مراجعت کنند. در این لحاظ قانون درباره طلاق فاصلوی اجازه نداده است ولی که از جهت قانونی یک راه هست باز برای اگر مخصوصا برای همون مهاجرانی که گپ زنیم که امکانیتی آمدن به تاجیکستان و اینقدر مبلغ صرف کردن و در سود و در زکس اشتراک کردن رو ندارن یک راه واسطه دیگر قانونی هست و این راه یعنی که با واسطه نماینده خود پیش بردن مرافعه سودی اویلوی در حدود جمهوری تاجیکستان است. برای این باید حتما اون شخص با نام یگان نفری که در حدود جمهوری تاجیکستان هست یا اینکه نیتی به تاجیکستان برگشتن رو دارد میتواند که وصیت وکالتنامه نویسد با درج کردن حتمی اون که وکالت ها برای پیشبردی محض همین پرونده و برای بیکار کردن عقد نکاح با فلان آدم با نشان دادن جزئیاتش در همین وکالتنامه میتواند که با طریق نماینده خود در تاجیکستان عقد نکاح رو بیکار کند. این رو من هرچند که این در کودکس اویلوی نوشتگی شدگی نیست ولی باید در نظر داشت که مناسبت های اویلوی مناسبت های گردنی نه فقط در یک قانون آورده می شوند و دیگر خیلی مناسبت ها با دیگر قانون ها از جمله با کودکس گردنی با همون قسمتی که درباره وکالتنامه نوشته شده است این رو پیش بینی میکنند و این در فعالیت کاری من نیز گذشته بود. من یک مرافعه رو پیش می بردم با وکالتنامه برادری دیگرش آمده مرا همچون وکیل گرفت و شخصی که عقد نکاحش را میخواست بیکار کند عموما نه در روسیه بلکه در اتحادیه شتات‌های امریکا زندگانی میکرد و در امریکا بود و ما با وکالتنامه‌ای که او با برادرش در تاجیکستان داده بود عقد نکاح او را در تاجیکستان با راضیگی او بیکار کردیم. چون این امکانیت ها هست. میکروفون همون سوالی که پیشتر با اسلام‌الدین داده بودم نکاح به طریق آنلاینی قبول کرده می شود از نقطه نظر نه نکاح به طریق آنلاینی قبول کرده نمی شود. حتما باید که عریضه رو نکاح شونده ها یک ماه پیش سپارن و در مدت همین یک ماه عریضه باید دیده می شود. من قانونگذاری ما باز چند شرط دیگر علاوه کردگی است یعنی که از تشخیص طبی باید گذرن اونها که خیش تبار نباشند باید اگر خواهش داشته باشند متاسفانه این چیز نیست مجبوری نیست من فکر میکنم که همین رو مجبوری کردن در کار اون چیزی که در آینده میگم یعنی که شرطنامه نکاح باید بندن این حال حقوقی بستنی
шартномаи никоҳро доранд, вале уҳдадории бастани шартномаи никоҳро надоранд. Ва ин яке аз проблемаҳое мешавад, ки дар оянда байни домод, байни оилаи издивоҷкунандо баҳсҳо ба вуҷуд мебиёяд. Баҳсҳо ба вуҷуд мебиёяд. Мана вақте ки онҳо вақти никоҳшонро бекор мекунанд, бинед 12 сар мешавад. хонаро чӣ хел тақсим мекунем, ки фарзандоро нигоҳубинӣ мекунад, алимени чанд сум месупоранд, оё ман иҷозати дар ин манзил истиқомат карданро дорам, надорам. шавҳар ариза менависад ки ман барои чӣ ба фарзандам наметавонам муошират кунам, ҳарчанде ки ман мисол бо занам ҷудо шудам, вале чӣ ба ман имконияти бо фарзандои худам дидан надорам. вақте ки меравам ба хонаи хуштамон маро мезананд. мана ҳамаи ҳамин баҳсҳо бояд, ҳамин масъалаҳо дар созишномаи никоҳ бояд қайд карда шавад, ҳамаи ҳамин ҳолатҳо. ва хубтар мешуд ки ҳамин ба тарзи хаттӣ як уҳдадории умумӣ мешуд, бастани созишномаи никоҳ. вале дар саволи шумо камтар дароз карда ҷавоб додам. Не, ба тариқи смсу, почтаву, телеграму, вайберу имо бастани ақди никоҳ қонунгузор муқаррар накардааст. иштироки ҳар дуи издивоҷшаванда дар назди мақомоти сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ ҳатмӣ аст, барои ки розигии онҳо пурсида мешавад. фаҳмо. инҷа боз назар дорен, бо гуфтани дорен, савол дорен ё ҷавоб дорен? Не, ман ягон чиз иловагӣ надорам. ҳамун ба ғайр аз он чизе ки ман гуфтам ки мо 1400 сол шудае ки ба ҳамин системаи ҳуқуқии мусалмонӣ, яъне ки бо системаи шариат зиндагӣ доштаем ва ҳозир дар муддати аз давраи советӣ то ҳозир гӯем хеле 70-80 сол ин як бемантиқӣ аст. мулоим карда гуфтам, да, бемантиқӣ аст ки мо тамоми таърихи 1400 соламона умуман фаромӯш кунем. ва таклиф мекардам ки барои ҳамин хеле проблемаҳо ҳарчи камтар шаванд, бояд як гурӯҳи корӣ аз тарафи парлумонӣ, аз дар тарафи ходимони динии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шаванд. вобаста аз ниёзи мардум ҳамин муқаррароти шариат бояд ягон қисмшам ҳам бошад, бояд дар қонунгузории мо ҷорӣ карда шавад. хеле ки мана ҳамун маҳру гуфтадор нестам, масъалаи зани дуюмам, барои ки ман медонам ки ҳамин масъалаи зани дуюмам ман намефаҳмам ки проблемаш дар чи аст, не ки мефаҳмам ки ҳама мегӯянд ки мо зид ҳастем. барои чӣ зид ҳастем? барои ки аврупо зид аст. барои чӣ аврупо зид аст намедонам. ана мехел о вақте ки агар дар пеши одаме ки зани дуюм сеюм гирифтани ҳаст шартҳои қонунӣ монда шавад ки фақат дар иҷро кардани мана ҳамин шартҳо ба ту иҷозати гирифтани зани дуюм аст, ва марҳамат гирад, назорати давлатӣ аз болои ҳамин хел одам шавад, назорат аз болои шарту шароити зиндагӣ онҳо шавад. ин хеле мавзӯи дигар мешавад. дар умум ман ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки бояд мо дар хели масъалаҳо бояд ҷузъу том я қисмҳои шариатро дохил кунем. шариат ягон чизи хатарнок надорад ки дохил накунем. мо ҳамин қадар сол, ҳамин қадар асрҳо ба ҳамин хеле зиндагӣ кардем. мо на ягон даҳшате буду, ягон чизе набуд ки чизе ки нишон медиҳанд гӯё ки ин системаи ҳуқуқӣ асримёнагӣ будааст, системаи англосаксонский бештар будааст. ман ҳаминро намефаҳмам. ҳамин қадар сухан бошам. раҳмат барои таклифатон. барои шумо ҳам раҳмат. ташаккури зиёд ба шумо ҷамшед. бо мо буданд ҷамшед ёров, ҳуқуқшинос, адвокати таҷрибадор, инчунин исломҷон саидов, коршиноси дин. бори дигар ташаккур кунам аз шумо апаи гиромӣ. ростӣ шояд ки ман аз мустақим аз кор омадам ва вориди суҳбат шудам бо шумо. шояд хаста будам, шояд баъзе натонистам ба таври он тавре ки бояд масъаларо матраҳ мекардам шояд камбудӣ бошад. ба ҳар ҳол бинандагони азиз ва шумои гиромӣ бигзаред аз ин камбудие ки буд. салому алайкум. мушоҳида накардем. ташаккури зиёд. зиндаву сарбаланд бошед, обод бошед. пайгири. хуб, бинандаҳои муҳтарам, мо дар ин ҷо назари ҳам ҳуқуқшиносро гирифтем, ҳам назари коршиноси динро гирифтем. албатта ман даъвое ба фармондаҳои шариат ягон даъво надорам.
муҳтарам коршинос инҷо ба мо фаҳмонданд, пурра дақиқан фаҳмонданд ки талоқ ба тариқи смс ва телефонӣ ин ҷоизи қабул мебошад. лекин дар ин ҷо хуб бошад. лекин дар ин ҷо дар он шароите ки дар Тоҷикистон мисли давлатҳои дигар мусулмони Арабистон, Эрон чунин шароит надорад, ҷорӣ карда нашудааст, шариат пурра ҷорӣ карда нашудааст ва ягон мақом ҳам надорад, мақоми ҳуқуқӣ ҳам надорад. дар ин ҷо бисёр бонуҳои мо бо ҳам гӯш кардем. бонуҳои мо гуфтам мумкин аст ба мушкилиҳои зиёде дучор шуда истодаанд. барои ҳамин дар ин ҷо гуфтам мумкин аст танҳо агар ки он шароит шариате ки ҷорӣ карда мешуд қисман чӣ тавре ки гуфтем маҳр ҷорӣ карда мешуд, мумкин занҳо ӯҳдадор мешуд, ягон ӯҳдадорӣ пайдо мекарданд ва мушкилӣ камтар бошад ҳам мушкилӣ ба онҳо кӯмак мекард. лекин дар ин ҷо боз танҳо ба инсоф ва имоми мардҳо мо занҳо нигоҳ мекунем, чӣ қадар онҳо имом доранд, инсоф доранд. мутаассифона дар таҷриба дар ҷомеаи мо хеле бисёр мушоҳида карда шудааст ва баъзан ҳастанд мардҳои маҳз гуфтан ҳастанд ки онҳо хеле улиятпазир мебошанд. барои ҳамин хоб барномаи мо дар ин ҷо барномаи оиди талоқ ва паём ба пайғом бисёр пайғомро ҷамъбаст менамоем. лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. дар паноҳи худованд бошед. оянда пайгирӣ намоед барномаҳои ҷолиб дар нақша